ماه ما بستر کردیم عشق نیست که بیایم میتونی یا بیام کمکت دیگه اینال دوست نایی جان کمک میکنه تو کردی من نکردم دو سه چی کار میکنی؟ اما نمیدونم کشیدم سلام سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور سلام هستن حال باشین. بالا امروز دیگه ما بخیر میخوایم بریم نه چی میگم میز نارخوری خدا بگیریم. 2 ماه شد دوستا، شاید شما باور نکنین 2 ماه ما بستر کردیم عشق نیست که بیایم. حال ما آماده چند تیکش فقط 4 تا صندلی نامده، یعنی 4 تا صندلی آماده 4 تا صندلی نامده. 4 دانه چوکی یعنی کم است. 4 چوکی کم است. با ما خیلی آسان خراب شدیم چون ما میزی که داشتیم قبلا او را فروختیم دیگه، حال سر زمین شیشتیم. باز ما گفتم باید بریم بیاریم. باز ما زنگ زدم دیروز باز گفتم تو چی حال است؟ نه گفتم یعنی باید بفهمین دیگه. وقتی بستریم به ما گفت 3 هفته تو میکنه. 2 ماه شد. گفتم ما حداقل میایم حداقل اون چیزایی که هسته نیسته، یک میز است، میز نارخوری، صندلی است. گفتم اون میایم خودمون میبریم، اما 4 تا چوکی میمونه. گفتم اون دیگه باید خودتان زحمت بکشین دم در بیاریم. ما نمیتونیم مثلا 2 و 3 بار بیایم به خاطر اون مالمو است، یک 40 دقیقه دور است، 40 نیم ساعت. تو خودتان دیگه زحمت. گفت دیگه خودشان هم درک کردن، فهمیدن که اشتباه کردن. گفت 3 و 4 چوکی هفته بعد گفت میای. البته من رفتم یک هفته بعد هیچ نیست که بیایم. گفت یک هفته بعد که آمد برتان میاریم دیگه. نال امروز به دل دارم خودمون بریم دیگه او چند چیزی که مانده بگیریم. روز جمعه است، هوا خوب است دیگه. مگر متاسفانه ما نوی جان فقط هستیم، برای نوی جان کار میکردن نتونستم متاسفانه بیاین دیگه. ببینیم چطور میتونیم بالا کنیم اینا رو، یعنی او دیگه شما امیدوار هستیم که بتونیم بالا کنیم دیگه. سنگینی چیز میمونه سر خود نوی جان بالا کنه بخیر. از اونجا که میگیره مشکل نیست، فقط نمی که بالا کردنش مشکل میباشه دیگه. چی بود دیگه؟ دیگه محفلا هم تیر کردیم، ما برگشتیم خانه خود دیگه. متکنیم خانه هستیم. ما یک 3 روز بعد محفل آمدیم دیگه خانه، چون که ما مکتب داشتم، مکتب خود رفتم دیگه. بعد از دیگه دیشان پریرو شو آمدیم خانه دیگه. کار خاص نکردم. تازه امتحان شکر خدا ما امتحانی که گفتم آخرین امتحانم است، قبول شدم شکر خدا و بالاترین نمره گرفتم. ما واقعا میگفتم میرا اصلا قبول نمیشم، ولی خدا شکر اصلا قبول شده. چی بالاترین نمره هم گرفتم دیگه. آخرین چی میگه امتحانم تمام شد دیگه، کم مانده بخیر اکسامیخ میگیریم ان شاء الله دیگه. بسیار خوش هستیم. بسیار جا چقدر تنگ بود. هر پره نگار جان میگه امتحان قبولم داریم، امتحان قبول نمیشه ولی من میگم قبول میشی و ماشاءالله هر پره که ما قبول میشی بالاترین نمره رو میگیره. این سر خود اعتبار داره. ما گفتم قبول میشه قبول شد ماشاءالله. نه خدایش آخرین امتحان بود برام زیاد مهم بود که قبول شم. باز خداوند نگه مهربان است که بالاترین نمره رو متا آمده. بسیار خوش هستم دیگه. نال بخیر دیگه. پلانای میخوانی خود جور کنیم. برو دیگه تو پست تا بنداز. نه چی کنم سنت چه خناز برون دوارم بگیر. من میمون دوارم. نه خیر است پس اون روز میگیرم دیگه. باز نمیچون دلش نیست برو یک پست اما که پست نمیجان است باز بستر کرده بود اونا رو نمیخوایم. باز زیادش افتر روان کنم. حالا میگم برو روان کن دلش نیست تا شب بدون. نه دیگه برو دیگه من سلام تنبلی میایم دیگه. مقصد دیگه نال بریم دیگه سمت مالمو. میگه سالا بخیر اگه قسمت باشه میگیریم میاریم دوباره خانه دیگه. بخیر ببینیم چی میشه دیگه. پلانای خواسته فعلا نیست. همین خانه خودت جور کنیم. همین خانه جور کردن دیگه خودت میفهمین طول میکشه تا وسایل بر سال جور کردیم. پوش تلویزیون جور کردیم. ما تازه رسیدیم به اکسلوس. اینجا ببینیم بعد 2 ماه بعد بخیر مبلای ما رسیده ولی بعد 4 تا چوکیش کم است. و حال خوبیش است که اینا میتونه یک دانه از لاسبیلکای خودرک که آدم کرا بگیره. تنها فقط به خاطر بیمهش 300 کرون میگیره. تنها به خاطر بیمهش برای 300 او را میتونه بگیریم. برای 300 میتونه وسایل رو ببریم خانه پس بیاریم باید بانیم دیگه. ببینیم که من مشارک من درایو کنم نگار جان دیگه کار کنم خوب بودیم دیگه. ساعت 2 بجه وقت داریم. نه چند بریم نوبت ماست. خب باشه خیره بگی بیا گپ بخیر پیش بخوام ببینیم چی میگن دوستان. نمیفهم خدا کنه بتونم ببریم
خب بنده عزیز ما حالا فعلا چیز بستل گرفتیم صوفه چیز مارچی میگه میز نانخوری و میز سالون گرفتیم اونا آماده میکنن در پشت سر که پیش موتر میارن یک ده 15 دقیقه وقت داشتیم ولی ما اونجا نگارشون داخل بودیم گفتم میگن چطور اگه داخل اینجا پیدا کنیم بگیریم. خب دوستا اما تو میبینن دیگه واسه ما این صندلی هست میز نانخوری هست نوید جان دیگه بگیرم موتر میتونین یک موتر کلان سنگین است دیگه نوید جان دیگه قرار است اینا رو بالا پایین که از پله آله سخت نیست دوستا به نظر ما وقت سخت میشه که از پله ببره بالا نه مزاق میکنن یک کیسته اما یک تا صندلی است دو تاست حال چی منتظر چی گفت صف بورده چی خب صف بورده اون مات بورده است میز نانخوری است میز آشپزخانه است و میز نانخوری است میبینن اما تاکس دیدم دی 4 تا صندلی را گرفته ما چون که 4 تا دیگهش نامادم که گفتم دیگه مجبور که همینا رو بریم گفتن 4 تا دیگهش خودشان میارن بخیر دیگه این نال سنگین هم است میتونی یا بیام کمکت سبب ما از کجا بیام بالا ما بالا نمیتونم تو بود جان میز نانخوری است پایای میز نانخوری است باید از بالا برم اینجا پله داره نمیتونم سمسایی برم اگر نه بذار ببینیم این تیکای آخر دوست نوید جانشان آمد دستش درد نکنه دیگه اینال دوست نوید جان کمک میکنه بخیر دیگه ببینیم اینا رو هم ببرن بخیر دیگه دستش درد نکنه دوست نوید جان آمد بعد ما میرسه تو موتر آشپزخانه است بود آشپزخانه میز آشپزخانه است یا بود یا دیگه باز بسیار سخت بودی معتبر ما آوردنش باز دیگه حالا آمدن نمی بارا سنگین بسیار سخت میشد که حالا خود نمی جام اگر دوست نمی جان آمد دست درد کنه دیگه نال اینا رو هم میگیریم بخیر فقط 2 تا مانده اینا او کلانی رو با هم میگیم اینی رو اگر بختانی ببوری دیگه فقط امی آخریش مانده بالا دیگه پس باید موتر بریم تحویل بدیم شکر شد دیگه زنده ماندیم آمادیم شکر نارم برم بالا دیگه نوید جانشان باز موتر میبونم بعد دیگه مانده شدم میرم خانه که بخیر دیگه جور کنم و سالاره امروز بخیر قسمت باشم بزر دارم دیگه رو جمعات کار بخصوصی ندارم موتر هستم اینجا نوید جان اینها هم بگیره دیگه و برم بالا دیگه چی رو میخوای شروع کنی نوید جان؟ چیز سالون میخوام شروع کنیم میره سالون یا بسیار کلام بود و میگم یکی دیگه خیلی خورد بود نه این دوستا بعد دار است دیگه میز نانخوری دیگه خود فروختم بخاطر میگفت مجله این را آوردیم دیگه این جمعه تو که میبینیم پذیرایی ما اینا رو من میتاندختم نماندم جور کنم چون ما نبودم این پوشته میبینیم نوید جان تمام کرده مگه یک چیز خورد رو ریزه مانده دیگه برتان اینا نشان میدیم باز دیگه میز این میز خورد است یک میز کلان هم است کی را بخیر دیگه ناله وصل میکنیم باز میخوایم مبلا را وصل کنیم فرشای معمون چیز پرده که از ترکیه آوردم میخوام وصل کنم اگر شب دیگه امروز اینا میگیره بعد ما در این ویدیو تا آخر به شما نشان میدم نوید جان همه تخمیندن تلویزیون میپاییم ما هنوز کار داریم خش چون که این برقا نمیخواستیم توش بیایم بعد یک اشتباه کردیم که میخوایم را پسان جو کنیم ما خود اشتباه نکردیم تو کردی من نکردم
ما حواس ما نبود این پوشتش یک چیز داره گیر کرده دیگه ناله ببینم دیگه چیکار میکنیم نه چی با گیر افتاد ولی چی میری کافی بود چی میری شما چیه نه؟ نه شما چشم ترجو نمانک ناله یا بکشیم بسیاری من دیگه باز رو میشی دوستا ایقا ناشم دیگه ایقا کارتان باز میشه کارتان باید میگویش نمانه شما خدا خواهد بفته نمیفتح برو یو دوستا یک چوبی هم میگه مساس هستیم روش بسیار یکم مشکلات خودم دارم خب نالی هم باید هم دور کنه دوستا چی میگن سیتم خوبش هست ای خیلی خوب سیت کردم نه کن باز زیاد دیگه من سفید مولا خریدم اصلی بر کس باش نگیرن کسیش میشه ولی ما پاک خوره نه از پاک خوری نیست از گفت نکنم یه چیزی عشق و علاقه و مال میسته عشق و علاقه ماست یا مبلغ خب خوش تعمیر رنگ سفید زیادتر من خوش داری مبلغ راست خوش دارم نه این رقم مزاق کردی ایره اگه فرسام زیادتر من خوش یا کامریت یا کامریت مهمتر از نوی جان میشه میگه من یک چیز کامری بسیار برام مهم هست خود نوی جان همی کامرا رو برام خریده رئیس میگه می کامرا رو بیشتر ما دوست دارد بس همیشه راست نیست که گفتم راست بخیر زبان خیلی خط نتون راست است که کامرا از ما زیادتر دوست دارد چون که زیاد همیشه میگم کامری کنی کامرا رو گم کنی بر زیاد مهم است برای گم کنی میگه اصلا نیست باید بگید تو نفتم شما کن نفتم آدم باید دوست بگیره دیگه من کامرا خود بر من گران بیشتر مگه خودم نخریدم نگه جا خریده ولی بازم اساس هست اما بلوگ میتونم بر دوستا بگیرم بخاطر این برمیگرم نه بکشم خیلی زحمت میده خدا کارتن نمیدونی اینا رو جمع کنیم داخل زمین داختی؟ برو دید میشه امتو دنن در کارتن؟ میبورم خب توی دیگه بسته که سیستمش بالا داره چی بخم بود؟ یا اول اینا رو باید واق کنیم مال دیگه اینا رو واق بکن تو تنها شاید دیگه باید اول باشه Olay mi خیلی کلانه میگیره کل اینجوره یا ولی کل جا میگیره ما میکردیم پذیرای ما چرا کلان هست ما کلان هم هست ما گیره واسایل مبلایی که ما ماندم اینا اصلا از پذیرای خود شد ایت نمیست ما ولی فکر میکنم ما خب میز نامپوری خریدم 8 نفره ولی خب باز وقتا ممکنه لازم باشه که چی میگه کلانه دختر جان چی کلان است برای ما این اون عکس شجون کاغذش هم هسته کلا دیسیم که خونوتن هست نمیشه بعدش رو فرق کنم ولی از نمیشه بود سری زمین بغلش نمیگیره چه؟ هیچ مانه نداره داخل همون فتیس رو خطی کردی داخل هموز بانمون از اون گرفتیم دیگه نه هر اینو پیچاشم یوده دو خب باید اون رو نگیدی واکن اول یا نمیبینی اینجا ریسه کن باید چرا نمیشه و همین نمیفهم همین چی خدا نمیشه ای خود دعوا کنستی خب دایی جان چطور پیش میره پیدا کردی یا نه؟ همون رقم آین یک عادت داره خواه وقتی که لازم داشته باشی هیچ وقت پیدا پیدا وسایلم نمیشه دارم ماشاءالله خواه یک وقتی که لازم داشته باشی هیچ پیدا نمیشه نگار جان خواه یک وقتی که لازم نداشته باشی سر دست دقیقه زیاد میایه نمیشه دقیقه زیاد میایه آه نه دوستا این زده یک از این میلا مانده که باید بوش شوه ولی هر کار میکنیم نمیشه اما چیزش اشتباهی مانده نمیفهم چی اینا رو دوید سعی میکنه که پیدا کنه که پیدا نمیشه نه اومدیم نگاران شش رخیصه خواه چی؟
6 رقی 6 رقی نه بخیر یک پیچ مختص حالا دیگه میگردم که پیداش بود میره وصل کنیم میشه گردم نمیشه دیگه اما که روش همانم تا که پیدا کنم یک پیچ میتونم میخوام بخیر چکار کنم این وقتی کارو میشه باشه قضیات میدادم یا واقعا این قضیات نه بخیر حال خانه شما میبینن تقریبا دیگه مگه ما تمام نیستیم همه هر روز جور میکنیم بخیر وقتی خانه کلا تماش یک هاوستور دیگه بخیر براتون انجام میدم هیچ کار میکنی دوستا حالا برام چی میگه پا میزنم برای میگی از کجاش حلقه همیشه هم تو میزنی حلقه دوستا اگه میفهمی جان برای ما چی میگه پیشنهاد ازدواجی چی میگه به فارسی پیشنهاد ازدواجی از ما چی شده خواستگاری شد تا نشد نوی جان رو انجام میدی یا نه میبسن آره زدم دیگه این نمی میگه بسن نه قبل عروسی باید انجام بدن دوستا شما نمیشتک کنیم به نظرتان ما خب میبیم عروسی کردن نکاح کردن هستیم ولی خب میتونم پس دوباره اما با قبل عروسی بگه برم پا بدن دوباره خودم پرسان کنم خب نه بخیر دوستا نوی جان پیدا کرد بسم الله دیگه پیدا کن دیگه که من میخوام خانه امروز یکم جور شد جمع جور شد دوستا ببینیم چی میشه خب دوستا ما دیگه خراب هستم متاسفم خراب نیست پیچ نمیتون بکنیم مگه حالا پیچ خودش شما تو میخوانیم حالا یک پیچ وا کردن میکنیم یک دکان میخریم پیچشه دیگه حالا گفتیم دیگه مبلا رو اینا رو که اینو میتون انداخته بودم چون که میگفتم کسی ایش نشه مگه فقط کار شما کنیم باله خاطره که نبودم نه خانه بودم نه چی میگم جور کردیم خاک بوتک میشد اینجا خاک میشد ما اینجا پوشت اینا جور میکردیم بسیار خاکی میشد به خاطر می حال دیگه شکر خدا پوشت تربیدنم جور است دیگه خاک ما که انشالله نمیرزه دیگه که واکنه تمام شد بخیر دیگه همون بیشه جور شد اینجا تخت است صفحه و این پایش رو قدر بلند نمیشه حالا خوب اول بکنی اولی که میخوای رو بردی زمین بمانی دسته کنی نه اول پایش بسته میگم بخلاصیقش کندن شاره آسان است اوکی اول از کدوم سمت شروع کنیم به نظر خودت خیلی مسئله از نمیشه یک گوشه میکن چون جای نمیشه فعلا یک گوشه کابل هم میگیره از یک سمت شروع کنیم داره پیش کن اول بشه اینا هم بغل هم میشه اصلا نه بغلش هم چیز نیست داره خب چما کنیم حالا تو بچه دو بودیم چما کنم بالا کن آرام نشد پایشه پایشه پاره کن متم هرچی زودتر بسته کرد هرچی که زودتر رو یک کز رو بسته کرد خواه سر 1 2 3 برو بابا هسته ای خرابه من نمیش از اون خواهی من اشتباهی باید ایشون برو بابا تو دوسته میکنی اینا تقلب میکنه دوستا
دیگه نداره دیگه این دیگه نداره میگم نداره 5 تا میگم راست میگی چی هم اونجاش ماندگیست این کنسیت خود او چی هم استاد میش دیگه ای استاد میکنه چه فقط اینجا خارم نیست خیلی چی دسته سعی کنیم بیا کامل پیش اصلا دیگه این کامل بنده کن میبینیم دوستا 1 2 3 4 تا پای در اینجا داره و پنجمش اینجاست مگه پایین نداره اینجا خالی است بخی کنستیک میزنه یکی دو اگه بنشون شدی طرفش او دایی بند شد آه شاید بند شه چند تا از این مونده؟ 4 تا نه؟ بازو میخوره آره 4 تا در این میخوره ولی اینا هم نداره جای پایه بیا سعی میکن جگر خیر است با ما سعی میکن چیکار کنه نگارن دیگه چی؟ یورو بس نیست؟ سوچم نیست؟ بیا دیگه 5-6 بجه است اونم جور کن من جیم میرم اگه اومدیم بعد جیم میرم اونم فرشته کنیم اینجا عوار کن کسیف میش دیگه چرا چیز کرد نشتم مثلا اون تو رو بندیم پچتر میشه فرشت چی جا میکن او سبب بندیم پس فرشتر نمیشه باید جیم بوده شما تو جیم نرفتی رفته پیشم میگه نمیرم خیلی مشکل نیست ولی چیکار میکنیم جور میکنیم حجره نکن سبا بردیم دیشه آوام بلوک چی گفتی؟ آوام بلوک نگفتی گفتی به خاطر من جیم میری بیشه که تمام کنم خسته ای؟ یا تو زود خسته شدی؟ عرف میکن تو زود برو روزه بشو شوشتم نه من زحمت کی کشیده ای رفتم اما من خیلی زحمت کشیدم اما کی بالا کرد خیلی کی را جور کرد کی خیلی رفت آورد راست میگی نه کی بالا تو بالا بود نه دوستا سعی کن نگاه یک آدمی از خواب کلی کار سر میکنه بعد آخرام چه میکنه کار میکنه تو مرد هستی مرد و زنی گفته باز دیگه گپا باشه بگم نه مرد زن بگو حقوق زن بگو آخه تنبلی نکن من یک چیزی که شروع کردم بعد میاد دوستا نیم کاله مانم باز نهی خوش دارد این کاله کارم خواهد چی میکنی؟ در کجا برم این آره؟ عقب بکشک بیا بود میگم آرام عقب بکش جارو بزنم زمین ها رو چیز کنم مفر شوار کنم یک صندلی باید وصل کنیم که باید پرده رو وصل کنیم دوستا آره نوبت فرش است که آورد کنیم یا بینیم چی میشه دیگه خدا کنه خوبش با این فرش نامفتنم آنم یعنی فرش پذیرایی ما خوشیم خیلی بریم بر ما خرید دستشان درد نکنم دیگه خدا کنه دیگه اندازه و خوبش باشه بخیر ما هم نمیخوایم تست میکنیم دیگه ایرامو تو یه سپوری خوش کردیم خریدیم دیگه بس زیاد فکر نکردم تو شما بمارم چاقو مانده باید دست تو برمش دیگه فکر نست دیگه خدا کنه اما تو که میخوام بدلم باشه
یک کلان یک سه تا سکولگی خانه اونا رو میبینید در راهروی و در آشخانه. یا میگه یک رنگ گرفتم اونا رو مثلا آقا خیلی برود میزنی چاقورا در روی خود من روی خودم خب میفهم ضرور تو ندارم هنوز برای مهم نیست این بار فکر نکنم. خب همین تو خیلی تو خوب شدی یک دلار از چی خبر مهم است نوستی؟ خیلی مهم است چون پشتگردی کردم او بس جمع خیلی این بچه نگرد آره در نظر یک دلار چی خبر مهم است؟ نمیجا فکر میکنه برای مهم نیست نه؟ تو خودت داری میگی نیست نه هست. موقع بگیرم ما اینجا فکر آها داخل ما توانش هم مورد شد. مثلا شما سیکم دارم کنم نه پیدا خود بیزیست نماش. بالا که رنگش با مهمون مرد خلاص نمیخوره نمیخورم. نمیخوره؟ نمیخوره خوب باشه فرد قول میداره تو دارم من تو میزنم. چوب باش چوب باش چوب من زیاد تو زیاد برو میزنم. تو کارم باش واکارم برم سبز میدونی چرا؟ سبز میدونی راست میگه افتادم خستم. اکنون پاش سبز خریده فکر میکنم کش بزنم؟ نه تا همون گروش میایم یا نالی باید بره زیرش کنم کاش که از اول اختیار شروع کنیم او چرا سرخ از اونجاش چی تار هست؟ خب اندازش برابر کامپیوتر صحیح سمخه؟ نمیفهم اول باید یک جا شروع کنی اول این دو زیر مگه زیاد نمیخوای باشه رو. نه سمت مو باید باشه او زیر چرا باشه مو پلاس یا زیر مو میره اندازش برابر که میتونم بالا حالا من نمیتونم بگیرمش خیلی یکم قبل یکم اوش زیاد نمیشه؟ تست کنم شده با جور میکنیم آچه
دوستان ما زود چیزا بند کردیم ولی از استکایی که در بالای پرده بند میشه از این کم هسته باید از اینا باید بکشیم در اونا پرتیم. این از اینا تو میخواد فردا کو؟ مجلت این از اینا که چی شد این از اینا در اونجا که لازم هسته در اونجا داره باید بکشیم این رو در اونا پرتیم. خب بیندای عزیز ما امروز از تازه پرده رو زدیم تمام شد و تازه پرده زدیم تمام شد رقم شد. کامرام چارج نداره گل میشه میبینید رقم شد و این حالی زیر از یک میزه که خورده که قرآن شریف مانده و اینم نتیجه کار امروز ما. و کسی اگه میخواست آدرس کسی میخواست که از پرده لازم داشته باشه ما ترکیه گرفتیم ما میتونیم برشان آدرس رای کنیم و نشان بدیم. و اینجا ما تلویزیونی ما شدی رقم خیلی وقت در بر گرفت تا وسایل ما آمد ولی ما خیلی از نتیجه راضی هستیم. خیلی مقبول شد گل شد. خب دوستای عزیز دیگه ما مانده شدیم پذیرایی تقریبا تمام کردیم تمام که نشده مخصوصا وسایلی که آماده بود جور کردیم ماندیم. پرده را دیدم میتونیم بسیار پرده ما فکر نمیکردم مگه خوبش جور کنن مگه خدایش خوب جور کردن دیگه. پشت دیرم که تو میبینن جور است دیگه مبلم وصل شد اینا همه تو و پوش مانده نوز کاربارایش پس خانه مانده مگه ما مانده شدیم. نوی جان میخوای برای جیم و من باید یک دیگ کنم دیگه 8 چه هسته دیر وقت است باید یک دیگ کنم. به خاطر می اگر میخواین ببینن که ما آشپزخانه خود سبا چیغم جا میکنیم میز آشپزخانه ما رو ببینن دیگه همراه باشین تا بلوگ بعدی بخیر که میبینین اینجا من از کارا زیاد مانده یعنی بلوگای خانه جور کردن زیاد مانده چون که هنوز هیچ چیز حاضر نیست فقط چیزای کلان کلان خریده شده دیگه. یادتان نره اگه خوشتون آمدی بلوگ یادتان نره لایک کنین کامنت کنین و سابسکرایب کنین که تا بلوگ بعدی بخیر دیگه باز میبینیم. خدا نگهدار.